بابا چرا اینجا بود تو باهاش شد. خب سلام از من خدمت دوستان عزیز، خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره یه حرکت خفن بزنیم ولی دیگه با موتور نیستیم. پارس امروز قراره یه اپلیکیشن از که لوکیشن های ترسناک رندوم بهمون میده و اینکه امروز قراره بریم اون لوکیشن ها رو بریم و ببینیم چه خبره. برتا بریم. دلدش میگیری؟ آره. یه ساعته خب بگو. خب نشون بده کجاست، نشون بده. به چه نور بالای کوه شدن همه. چه خیلی ترسناکه اینجا که. خب نکته بعدش میشه چیه؟ تای خونه خراب است. نوری اون شیت. خب یه خبر بد برات دارم علی جان. تا بعد پیاده شیم و نگاهی توش بندازیم هر لوکیشن. تو که من گفته بودی فقط میبینیم میریم. دروغ بهت گفتم که بیا خواهی میرسی میخوای بیا اینجا میومدی؟ نه. خب دوستان پیاده شو چیکار کنیم؟ نمیخوام. پیاده خود طرح نگاه تو هیچی نیست. داداش ترسناک نباشه اونجا میکنن. وید تو اپلیکیشن نمیدونم حالا منظورش از وید چی بود. بریم دیگه. خوبه. لوکیشنی که بهمون داده دقیقا اون تهه. خب علی بندازش کن. بیا تو خاموشش کن ردش کن. خب دوستان ما اینجا یه سری دوستان چی؟ دوستان عرق‌خور رو مشاهده کردیم. من که چاوسیزی میشه داریم؟ نه دوستان باید بریم کارش نمیشه کرد. نه نریم. ولی خب باید بریم. میریم یه لوکیشن دیگه. خب لوکیشن بعدی اگه بدتر از اینجا باشه چی؟ اشتی میکنن اون دیگه باید ریسکش هم بجمونه. جدی میخوای بریم؟ معلومه که باید بریم. چرا نشستی؟ چون خواهی کردم. چیه؟ یه قدم پرید همه شاک کنه. از تو بگیرم؟ پشت این دیواره نشسته بودن دوستان هست. فکر کنم مثلا داستانش همین بود که ما مثلا بیایم این عرق خورا رو ببینیم و بهمون تجاوز کنن. آره بابا یه تو این چی دیدم؟ چی دیدی؟ 30 تا موتور هوندا. همین جاست بعد نگم خب پیاده شو بریم. همین جاست. خب چیزی که داره نشون میده اینجاست و اینکه اینجا رو تو چند وقت پیش یه خرابه‌ای بود. یادت اینجا رو؟ آره یادمه. صخره رو خیلی اینجا ترسناک شد واقعا، ولی الان مثل که دارن میسازنش. ولی خب حالا ما اینجا یه دوری میزنیم. راهبردیش هم اینجا بود. اینجا هم بستن. راستی اگه این ویدیو
چند تا لایک؟ چند تا؟ 50 تا. 50 تا. آره اگه 50 تا لایک بیا اول چیه؟ اگه این ویدیو خب 50 تا دونه لایک خورد پارت 2 شو میگیریم و هر جایی که گفت میریم توش و کامل براتون فیلم میگیریم. بیا بریم. هرچی اینجا تاثیر بدتر میشه. اینجا رو چیپس خوری بوده. یه جلوتر از این نریم اینکه برگردیم، چون هرچی داریم جلوتر داره بدتر میشه. به لوکیشن بعدی بریم. خب و اینکه هر لوکیشن ترسناکتر از لوکیشن قبلی خیلی آدم داشت رد میشد تر از اینجا. آره این ترسناک یه ذره لوکیشنی که داد این توه. حالا چطوری بریم تو؟ اینجا رو که نمیتونیم بریم تو قطعا، ولی اگه این ویدیو 50 تا لایک خورد حتی این تو هم میریم. اوه ای خورد چه گویی بخوریم، ما نخوردنش داریم انصاف میکنیم. 50 تا گفتی؟ آره ماشینم خیلی بده پاکی بود. چند دیگه بریم. نکنن اون نمیدونم داده احتمالش هم هست. سر سعیش داره میاد. اصلا هیچی معلوم نیمت لایک تو اینم ته کوچه است. چی میگم فوشم نمیدی؟ چی؟ یه دونه دیگه بریم تمام. بابا ولم کن. یه دونه نمیام. نه خاله یه دونه دیگه نمیخوام. یه دونه دیگه قول به خدا آخر یه دونه دیگه داشت همینجا تا آخرین بار یارو خواست بکنه دمون، ولی نزدیک بود نکردم اون که سری بعدی دیگه میکننمون. تو میگی علی یا من بگم؟ بگو. یه مأمور اومد قشنگ اونجا نشیم گفتیم که اینجا کوادیش واسه نمیدونم زیاد ترسناک نیست و این منطقه رو میشناسیم و اینکه یه پلیس اومد و اینکه خیلی گیر داد که دارین چی کار میکنین. گفتم هیچ دارم ویدیو میگیرم و اینکه زد ویدیومون رو پاک کرد. بله نصف از ویدیومون رو پاک کرد. حالا اون نصفش هم حذف شد دیگه، حذف نکردم نشونش دادم. اینکه بله این آخرین لوکیشن بود که دیگه از وقتی منو بگیر کسفش از وقتی که دیگه پلیس رو دیدیم حقیقتا چشمم ترسناک نمیاد. بتا بریم ببینیم چه خبره. اینم آخرینش بود. یه پارکه و اینکه چقدر حیف و بد، چون کلی سکانس خفن داشت اینجا و کلی گشتیمش. یه جای کوه هم رفته بودیم که چقدر بد. اینکه شیر خب شبیه خیلی ترسناک شدی داشت. درش هم خیلی عجیب باز بود. همیشه در اینجا رو میبندن. آره درش نمیدونم چرا باز بود واقعا. اگه این ویدیو 500 تا لایک خورد ساعت چند؟ ساعت 12 شب. نه دیگه تا وقتی که بازه دیگه. تا آخرین ساعتی که بازه میری اون بالا میه. بالا روزشون بدم. خوبم نمیفته. فقط 500 تا لایک. 500 تا لایک میرم
جون میدم اونجا. و اینکه مرسی تا آخر این ولاگو دیدید و اینکه امیدوارم که لذت برده باشید و ترسیده باشید، چون ما که خیلی ترسیدیم خدا وکیلی. 3 بار نزدیک بود خفشیم، پلیس جلومونو گرفت و اینکه خیلی سخت می‌کشیدیم. یه لایک رو بکن دیگه گاییدیمون. و اینکه دوستتون دارم. پیس.